لیمون فیلم تقدیم می‌کند. Anki Eke, Ekin Mehdaymaz, Ayko Çelik, Burak Çelik, Uğur Çavuşoğlu, Hakan Meriçliler, Hamduşan Kalkan ve Leni Filozof da Doktarı Çupan. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Yârenin kollarında, elimin koynlarında. Korkma düşmekten aşka, hayat sevince güzel. Nereden geldik dünyaya, hayatı yaşamaya. Aç gönlünü sevdaya, hayat sevince güzel. ای بابا میخواستم چیکار کنم. صبح بخیر بابا خلیل. کاپیتان ساله رفت بیرون. تو کی هستی دیگه؟ از کدوم طایفه ای؟ ای وای، بابا خلیل از دست رفت. آقا خلیل، من عثمانم. عثمان چرا داد میزنی؟ مگه من کرم؟ داد چرا میزنی؟ تو کی هستی پسر؟ کی هستی آخه؟ کی هستی؟ نمیشناسم. نامزد امینم، نامزدشم. غریبه نیستم بابا خلیل. امینه کیه؟ امینه نوه توه دیگه بابا خلیل. کدوم نوه؟ ساله پسرت هست، دختر اون میشه امینه. ساله اون چه ازدواج کرد؟ بابا خلیل، من فعلا میرم و برمیگردم، بعداً همه چی رو تعریف میکنم. بابا منو ببین. خیلی خوب. مرغ طلا تو کجاشتی مرغ طلا؟ بیا ببینم گرسنت شده. آره بیایم بخوریم ولی باید تخم بذاریم. باشه؟ ای خدا، شکر تو راضی باش، ما هم به این زندگی راضی هستیم. ای خدا، بخورین زبون بستیم. قشنگه ایشالا مبارکش باد، دومات خوشاب و رنگه ایشالا مبارکش باد. عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد. منو داره میگه ایشالا مبارکش باد. نه صبح بخیر عثمان. سوختی عثمان. عثمان بابا این اینجا چی کار میکنم؟ بابا اون خوابیده فکر کنم، تو خواب را میره. پسر عثمان، مگه نگفتم از این در تو نمیای ها؟ مگه نگفتم؟ بابا اون تو خواب راه میره، نمیفهمه تو خواب راه میره. الان یه دونه میزنم تو سرش که هم آبش بشه هم نونش، بزنم داغونش کنم ها. ای خدا، از در بیرونش میکنم از پنجره میاد. خدای من، ای خدا، به جان خودم دیوونه شدم، نمیدونم باید چی کار کنم. این چه نونی آخه افتاده تو سفرمون؟ اول صبح تا پا میشیم. آقا بگم چایی بیارن؟ آقا قهوه چی؟ قهوه بیارن؟ سالیم،
دور من آدم بی ارزه و بی کفایت میبینی تو؟ فکر کنم یه جورایی میشناسمش ولی یادم نمیاد از کجا. منم نشناختمش. بهش بگو من با غریبه ها حرف نمیزنم. آقا غریبه چیه؟ میخوای تو این سن و سال جوونیم سکتم بدی منو؟ آره چرا این کارو میکنی؟ سلیم به اون غریبه بگو دهنشو ببنده وگرنه خودم دهنشو میبندم. آی غریبه، آقا رستم میگه که تو دخالت نکن پسری سامورایی. زود بس از اینجا برو. آقا تو رو خدا صورتتو از من انقدر ندوز. والا من شبا خوابم نمیبره، همش دارم کابوس میبینم. یکم با ما راه بیا. حالا کابوسای بیشتری هم میبینی. منو پیش ملت ضایع کردی با اون پسرت. دیگه منو تو خوابم نمیبینی. حتی از لج تو یه مختار دیگه انتخاب میکنم به جای توی بیشو. آقا با من این کارو نکن. قربون اون ریشه قشنگت برم، قربون اون موهات بشم. این کارو با من نکن دیگه. غریبه. وای وای خواهر منو نگاه چه خوشگل شده. ای بابا دیگه چی کار میکردم دیگه، از این بیشتر نتونستم. خوب نشده؟ چرا خیلی هم خوب شده ولی یکم بخندی خیلی بهتر میشه. راستش ببخشید ظریفه ولی مثل ماهی مرده به آدم نگاه میکنی اینجوری. چجوری؟ یه دونه میزنم تو جهنت ماهی مرده رو ببینی یا؟ عثمان تو دخالت نکنه. ولی خواهر عثمانم داره راست میگه ها، یعنی اگه زحمتت نیست یکم بخندی اینجوری، یه کوچولو هم با ناز و اشوه اینجوری. چجوری؟ نه اونجوری نه ظریفه. ببین این کارو بکنو. نگاش کن اداهاشو ببین. بس دیگه اینقدر ادا اصول در نیار، من میرم دیگه. بسه حرفاتون یادم میمونه. صبر کن بشین. حرفامو یادت مونده یا نه؟ تو چشماش نگاه میکنی؟ آره تو چشاش نگاه میکنم و حرف میزنم. همین کارا رو میکنم. میخوای خیلی گندش نکنی همینه؟ اونجوری مثل اسب حرف نمیزنی یا؟ اوف باشه. اوف نکن. من چی یادت دادم؟ اون چی یادت داده؟ خیلی خوب. عصبانی نمیشم، بعد قرقر نمیکنم، آروم و ساکت میشم. حرفایی هم که توی دلم هست کامل همشو بهش میگم. خوبه دیگه؟ چیز دیگه گفتم دیگه. عشقم داره میپرسه ازت. بهش میگم که دوستش دارم. یه بار دیگه بگو. میگم ساواش دوست دارم. یه بار دیگه بگو. دوست دارم ساواش. یه بارم به خاطر من بگو. من تو رو دوست دارم. ای بابا آروم باش دیگه. خیلی خوب باشه آرومم. قدم چیز نکن. ای بس دیگه بالا سر من چی داری میگی؟ این پلیس وایساده بالا سر من. یه ذره آروم باش خواهر. ای بابا باشه عصبانی نمیشم، آروم میشم، میخندم این شکلی. بعدش هم حرف دلم راحت بهش میگم. آره همینجوری راحت میگم دوست دارم. تو میتونی. من بهت اعتماد دارم. تو میتونی. آره همینجوری انجامش میدم. من میتونم. حاضری یا نه؟ حاضرم. حاضری؟ بله حاضرم. انجامش میدم. باشه. میدونی مثل برف باریدن تو صحرا غیر ممکنه مگه نه عزیزم؟ میدونم ولی حالا دیگه امید دادیم گازت رفت. نگاه کن خدا کنه ساواشو نزنه. نگاه کن هنوز داره میدونه. نه چی دیگه؟ اونا چی هن؟ چه خبر آهنگ رو دوست؟ چیکار میکنن؟ این آشقالا اینجا چیکار میکنن؟ ببینم اصلا میشنون یا نه؟ چه وضع شاخه ببینیم؟ این کشتی کی؟ اینا خارجی هستن. البته خارجی ها که این کارا رو نمیکنن. کاپیتان این کشتی کی آخه ها؟ هی کسی اینجا نیست؟ منم کاپیتان اینجا. سالی. تعجب کردی نه؟ چه کشتی قشنگی دارم، انگار عروسه. خیلی قشنگه، خوشگله، به سلامتی و دلخوشی سوارش بشی. ولی صدای موزیک زیاد نیست، بوم بوم میکنه. یکم کمش کن بابا. ولی کاپیتان سالی بهترین صدای زندگی صدای موسیقی، صدای آهنگ و مانگیز عزیزم. والا من از مانگیز و این چیزا سر در نمیارم. ولی ببین دوستات کلی آشغال ریختن. این آشغالا نباشن که فسیشن. نفت از کجا به وجود می اومد آخه؟ نفت؟
چه ربطی داره؟ ما نونمون رو از دریا به دست میاریم. دریا و کشتی نون ما هستش. نمیشه که آدم جایی رو که بهش نون میده رو کثیف کنه که. این رسم کاپیتان شدن نیست. نه دیگه نمیذارم کسی به کاپیتان بودنم چیزی بگه. اونجا دارن دعوا میکنن. برو راستا، ببین برو آقای اونجا شناسی، جشنه. اگه اینجوری بخوای محیط زیست رو کثیف کنی، دریا رو کثیف کنی و اینجور حرفا، هر لحظه با من طرفی. فهمیدی؟ ببین سال کاپیتان، تو داری خیلی با غرور حرف میزنی، ولی بدون که در مقابل تو یک کاپیتان بزرگ به اسم شناسی وایساده ها. اینجا چه خبره ها؟ چیزی نیست رستم. یه موضوعی بین من و شناسی. تو خودتو قاطی نکن. آره به شما ربطی نداره. نه آقا شناسی، ساله از حرسش همه چیو داره قاطی میکنه. به منم مربوط آقا ساله. چیه؟ از من عصبانی؟ چه ربطی داره؟ میدونم که از من عصبانی هستی. من با کسی مشکلی ندارم. از خودم عصبانی هستم. باور کن اگه دروغی نباشه خیلی راحت تری. آره میدونم ولی بعدشه که مهمه. مطمئنی میخوای جداشی؟ راه دیگه هم اگه داره. ظریفه واقعیت رو بفهمه دیگه تو روم نگاه نمیکنه. بله ظریفه. چیزی شبش چه خبر؟ نه من داشتم میرفتم لبه ساحل، گفتم زنگ بزنم یه حالی ازت بپرسم. همین میخواستم با تماس بگیرم. یه چیز مهمی رو باید بهت بگم. منم یه چیز مهمی رو میخواستم بهت بگم. باشه دیگه، پس لبه ساحل میبینم دیگه. باشه میبینمت. بگو خلاص کن خودتو، این موضوع تموم شه. گفتنش خیلی راحته. ببین فکر کن داری امتحانش میکنی. اگه خیلی دوست داشته باشه تو رو درک میکنه. شاید یه روز یه شانس دیگه هم داشته باشی. اگرم عشقش قوی نبود که مال تو نبوده. سیفگی الان قهریم با هم؟ باید فکر کنم. خیلی دیگه طولش دادی، بسته دیگه. اگه با دوست پسر قبلیم پیام بازی میکردم چی کار میکردی؟ یکم فکر کن. خب یه لحظه. اون کیه؟ یکی از دوستان دوران دبیرستان. اینجوری که داری میخندی دوست خوبیه. خیلی دلم براش تنگه. خیلی با نمک بود. جدا؟ خیلی خوب، من میرم تو هم راحت باهاش حرف بزن. باشه؟ چی شد؟ حسودیت شد؟ حالا فهمیدی چه حسی دارم؟ آره، کارم اعصاب خورد کنی بود. کسی چیزی نفرستاده، همینطوری گفتم. میخواستم بفهمی. آره، قبول میکنم حسودی کردم، ولی هر کی کسی رو دوست داشته باشه حسودی هم میکنه. میدونم، ولی منم اون روز یه ذره زیادی عکس العمل نشون دادم. آره، ولی کار منم زیاد خوب نبود. بیا به هم قول بدیم که دیگه همون ناراحت نکنیم. باشه سیفگی. مریم خانوم. ظریفه جون خوش خیلی اومدی. ممنونم. ببخشید عزیزم کلی زحمتت شد تا اینجا نه اومدی. بابا چی میشه مگه؟ آخر هفته یه مراسم تولد داریم. از اون روغن زیتونای خوشمزت برامون آماده میکنی؟ بله حتما درست میکنم. ببخشید پسر حواستو جمع کن آخه. من الان اینجا رو تمیز میکنم. ظریفه یه چیز مهمی میخوام بهت بگم. یه لحظه صبر کن. آمد من کار دارم. باشه، فقط 2 دقیقه. لطفا ازتون معذرت میخوام.
همیشه اینجوری نیست، ببخشید. نمیدونم چرا اینجوری شد. پسر چیکار میکنی؟ ببخشید، تو برو، خودم جمعش میکنم. برو دیگه، برو. ظریفه، ای جونم، اومدی با من درد و دل کنی. خیلی کار خوبی کردی. میدونی منم خیلی احتیاج دارم. یالا زینب جان، من کار دارم، بعداً حرف میزنیم. باشه ظریفه، میخوام یکم باهات حرف تو چه بزنم. حرفی داری باهاش؟ اون دوست منه، من حرف میزنم باهاش. من اول اومدم باهاش حرف بزنم. یعنی چی اول من اومدم؟ دوست منه، به تو ربطی نداره. ای بابا، تو اومدی اینجا، من اینجا بودم. من میخوام حرف بزنم، این روال طبیعیه. ای بابا، چه ربطی داره؟ دوست منه، دوست بچگیامه. مشکل من خیلی مهمتره. من باهاش حرف میزنم. چیزی نمیشه. خب منم ظریفه رو میشناسم. همش تقصیر توه. نه خیر، تقصیر توه دیگه. نه، تقصیر تو بود. تقصیر تو بود. تقصیر تو. خیلی خوب، چیکار کنیم؟ بریم دنبالش، بریم. باشه، تو از اون بر برو، منم از این. ظریفه! رستم، تو دخالت نکن. به تو چه؟ بیچاره این مرد دنبال یه لقمه نونه. آفرین آقا رستم، بگو. آخه مگه تو میدونی اینجا چه خبره ها؟ بدون اینکه بدونی چه خبره داری دخالت میکنی؟ این چه وضعشه ها؟ همه اشتباه میکنن، فقط تو راست میگی. ساله، ببین ساله، فکر نکن این شناسی صاحب نداره. پشت سرش یه آدم بزرگ به اسم رستمه. سر اینجا چه خبری؟ ببین آقا رستم چه طرفداری داره میکنه. تو عجب آدم مهمی هستی. حلالت باشه، حلال باشه هر کاری که میکنی، حلالت باشه. خودمونیم، خدا میدونه چه فکری تو سرته که اینجوری داری از آقای شناسی طرفداری میکنی. تا دیروز که با مختار یکی شدین، گفتین که شناسی رو از ده بندازیم بیرون. آره، من خودم شاهد بودم. بگو پسر، بگو ساله، بگو. دیروز بود، امروز. تو نمیدونی اینو؟ میدونم اونجوری یادم داد. فقط چون با من بحثش شده داری اینجوری میکنی. آره حاله، تو زمان قحطی تو فکر کردی لوبیا نعمته؟ تو هم فکر کردی تو جیبت پول داری آدم حسابی میشی. آره دیگه داری زیاده روی میکنی ساله. نه، ولی اگه میخوای نشونت بدم. ای برو آقا رستم، برو. شما گوش نده به این کاپتان ساله. تو بزرگی کن، بی خیالش شو. عجب. دیدی پسر؟ وای دیدی چجوری رفت تو خونه اون آقا رستم؟ عجب. باش آقا رستم، باشه، حسابی واسه دارم. باشه، زودتر این آشغالا رو از اینجا وردار و بندازشون بیرون. بندازون یکیشم بده به من. چشم کاپیتان. بریم دیگه. سواش جان، حالت چطوره؟ منم خوبم. چیکار کنم؟ ای بابا نمیتونم از این کارا بکنم. چه وضعشه؟ ظریفه؟ بله، سواش. داشتی به خودت حرف میزدی؟ نه بابا، کاری نمی کردم. همینجوری یه چیزایی اومد تو ذهنم. میدونی که چیز مهمی. یه چیزی که اول تو بگو. میگم مهمه که اول تو بگو. نه، اول تو بگو دیگه. چجوری بهش بگم که گولش زدم؟ آخه چجوری بهش بگم دوستش دارم؟ من میخوام بگم که یادت اولین روز که جلوی ما سبز شدی، ما تصادف کرده بودیم، بابام زخمی شده بود. برش کن، مهم نیست حرفام. تو بگو، اصلا تو شروع کن. ولی خب کنجکاو شدم دیگه. باور کن اصلا مهم نیست. باشه من میگم. باشه، بذار من بگم. صبر کن. تو اینجوری بشین که به من نگاه کنی. خب تو چشای من نگاه کن. خب حالا تو چشام. ببین سواش، تو خیلی آدم خوبی هستی. تو رو خیلی دوستت دارم. همیشه با من خوب رفتار میکنی. منم همش از دستت عصبانی میشم. سر هر چرت و پرتی عصبی میشم. میدونم که اینجوری اما کارهای چرت و پرت میکنم. چرا اینجوری میشم اصلا نمیدونم. میدونم که اینا خیلی غیر عادیه. خلاصه میخوام بگم که تصمیممو گرفتم که عوض بشم. همیشه هر چی که تو قلبم باشه رو همیشه همونجوری که هست از صمیم قلبم بهت بگم. باشه، من میخوام بهت بگم که سواش جان، باشه، من نه ظریفه، وایسا، صبر کن ظریفه. میخوای اول من حرف بزنم، بعد تو تصمیم بگیر که حرفتو بزنی یا نزنی. باشه؟ روز تصادف که بابام زخمی شده بود و
بعدش هم تو یه مرهم آوردی و به بابام دادی. ای بابا ببخشید سمت، ببخشید. نه مهم نیست، من حلش میکنم. نه صبر کن، ولش کن. باشه خیلی خوب. نه بابا ولش کن، من خودم جمعش میکنم، ولش کن. باشه تمیزش کن. چطوری؟ حالت بهتره؟ بد نیستم. یه تصمیم جدید گرفتم برای زندگیم. شاید هم خوب نباشه ولی دیگه حداقل تو زندگیم دروغ و اینا از بین میره. یه زندگی جدید شروع کردم. کار خوبی کردی. ولی بالاخره چه زود چه دیر همه چی روشن میشه. پسر تو عجب آدمی هستی ها. چرا پسر؟ اصلا نمیپرسی جریان چیه؟ چی شده؟ خب چرا بپرسم آخه اگه خودت بخوای تعریف کنی؟ کاش همه مثل تو بودن. نه پسر، خدا نکنه کسی مثل من باشه. نمیبینی حالمو؟ چقدر افسرده و داغونم. هر کی به جان بود تا الان بیخیال شده بود. حالا منم کمتر از تو نیستم. منم گریه میکنم هم گریه میندازم. تو این موضوع انگار رو دست ندارم. دیگه تموم. حل شد؟ خوبه؟ آره حله، خیلی عالی شد. میبینی؟ میزنی خراب میکنی ولی بعدش چجوری جمعش میکنی؟ ایول داداش، ایول. ببخشید تو مثلا چی کار میکنی؟ حرکت‌های عجیب غریب میکنی، مثل مرده ها لم دادی. دارم بارشو از ذهنم پاک میکنم. بازم تنها موندم، بازم گول خوردم، یارمو گم کردم، سعی کردم فراموشش کنم اما نشد. آها، اینجوری کردنی فراموش میشه. میبینی که کارساز نیست، حتی انگشترش مونده تو دستم. آخه نمیدونم شما دخترها چرا این کارا رو میکنید، والا نمیفهمم. کسی که دوستتون داره رو نمیبینید، والا نمیفهمم. میشینید گریه میکنید که فراموشش کنید. باریش هم که این خیالش نیست، اونجا واسه خودش کیف میکنه. تو هم اینجا بشین و هی زر زر گریه کناره. واقعا راست میگی آمیر، ولی دیگه نمیتونه گولم بزنه. بیا اینجا مینویسم دیگه نمیتونه گولم بزنه. حالا میبینی دیگه نمیتونه گولم بزنه. بله نمیتونه گولت بزنه. اصلا یه چیزی بگم، ظریفه رو هم این دروغگوها گولش زدن. آدم پدرشونو در میارن. حالا میبینی به زودی نه ظریفه نه کس دیگه این نگاهشون هم نمیکنه. از ما گفتم بود. اوه، یعنی انتقام میگیری؟ کجاشو دیدی؟ صبر کن حالا ببین. اوف آمیر، تا حالا تو رو اینجوری ندیده بودم. حالا من همیشه همین شکلیم. حالا رو نکرده بودم. بخونی. بیا با هم بخونیم. آهنگ بخونیم. که من آورده بودم. مرهمه چیزه. ببین اون مرهمه روز اول که همو دیدیم تو گردنت یه چیز دیگه بود. اینو درش بیاری. این چیه دیگه آخه بابا؟ چه ربطی داره الان؟ آخه خیلی وقت بود که میخواستم بهت بگم، هی یادم میرفت. ها، یعنی اون چیز مهمی که میگفتی الان همین بود؟ آره. نه اصلا. آره یا نه ساواش؟ آره نه. دختر مغزمو قاطی کردی. خیلی خب مگه من چی کار کردم؟ عصبانیت نداریم خواهر، کوتاه بیایا. ای بابا ساواش جان، چی میشه مگه؟ اینو خوشت نمیاد؟ بیا
پرتش کردم میبینی؟ یعنی چی واسه چی اینو در آوردی؟ نمیخوای اعتراض کنی؟ خب الان من چی کار کنم؟ نمیدونم که تو چی میخوای. حتی اگه عصبانیتم کرد باید درکش کنی. جیغ و داد نمی کنی. آخه تو یه مشکلی داری ها؟ آره؟ بهم بگو دیگه. من همیشه بهت گوش میدم. اگه یه مشکلی داری با هم حلش میکنیم. خوبه؟ آره؟ انگار تو امروز یه ذره کلافه هستی ها؟ چی شده ها؟ یه مشکلی هست، یعنی هیچ مشکلی نیست. آخه چه مشکلی؟ نه اصلا هیچ مشکلی نیست. نمیدونم آخه داری یه کم عجیب و غریب حرف میزنی. به هر حال دیگه خیلی طولش ندیم. راستش من یه جایی باید برم، دیر کردم، اونم به خاطر تو. عکس العملای شدید نشون نده. خیلی خوب امینه، بس دیگه تحملم تموم شد. چی؟ با تو نبودم. خیلی خوب پاشو بریم. خیلی خوب ها میشیم، تو زحمت نکش. من میرم تو هم به کارای مهمت برس. رفتارشو نگاه کن، خجالت هم نمیکشه. من چجوری ازت بگذرم آخه عزیزم؟ زینب ببخشید همون میشناسین؟ زینب 2 دقیقه میخوام حرف بزنم. لطفا. نمیشه، کار دارم. خواهش میکنم 2 دقیقه. بیا 2 دقیقه. ببین معذرت میخوام. خیلی معذرت میخوام. خیلی باهات بد رفتار کردم. میدونم. لابد میگه چندمین باره، ولی ببین قول میدم دیگه تکرار نمیشه. قول میدم. از این به بعد باهات صادق میشم. تموم شد؟ تمام شد. خیلی خوب، تو الان به من گوش کن باشه. شاید لوس و نونو رو گستاخ باشم، ولی معنیش این نیست که دل ندارم. خب باشه. خوشگلم مثل عروسکم، ولی عروسک بازی که تو نیستم همه چی رو بزنی بشکنی و دوباره نمیتونی برگردی پیشم. آره امروز خیلی خوبی، مهربونی، فردا چجوری نمیدونم. برای همین دیگه شانسی نداری ششابی من. تو سلفیام دیگه جایی نداری. کی میدونه شاید از این به بعد دیگه سلفی هم نگیرم. از امروز به بعد دیگه یه زینب دیگر رو میبینی، یه زینب واقعی رو میبینی، نه اون زینبی که قبلا دیدی. باشه؟ یه زینب واقعی رو میبینی. در حقت دارم بدی میکنم، ولی به غیر از تو واقعا کسی رو ندارم.